سلام شنوندگان و بینندگان سامانه رادیوی آزادی. ما در ناحیه رشت قرار داریم و در مهمانی میرزاخوجا احمدов ثابت قماندان نیروهای اتحاد مخالفین تاجیک و بعداً که با حکومت پیوستند و سالهای طولانی در صف پلیس تاجیکستان خدمت نمودند. امروز چی حال و احوال داریم؟ با چی کار مشغول هستیم؟ ای پای زندگی به حد آسایشته حاضره سرگردونیم. بعد از این کار باره که مقصد گذشت خداوند دیگه هیچ محل نشانتیه این کار باره ما حاضرش ای پای زندگی مقصد کرشکه میکاریم، سیب باغ راست کردیم. همین زندگی آسایشتن در حاضر سرگردون هستیم که مقصد به حد شرایط ها محاضرش خوب هستند. رفته صدای یگان از زندگی محاضرش یگان گفته چیاکی جلب نداریم. یعنی یه صبح شما با چی آغاز میشه و با چی بیگاه میشه؟ چه کار میکنیم؟ ما هر سحر میخیزیم. هزار متشکر الحمدلله که ما هزار متشکر که مسلمان هستیم. میخیزیم سحری نماز خود را میخونیم. بعد از نماز ای پای نمی زندگی خواجگی هسته اینجا. بعد زمینی خواجگی دهخونی داریم در قشلاق بلگی میریم ایدمی کرشکه و خیلی نمی علف میچینیم دهرو میتیم و دیگه کارای همین زندگی و سه بار اینا دهرو میکنیم. هزار متشکر اینا سه بامون دارن سه بار دهرو میتیم او میتیم هر خیلی ای پر همین محنت میکنیم ده. هزار متشکر. در چی قدر زمین کارتوشکا کش کردیم و چی قدر باغ داریم؟ هزار متشکر در همون خواجگی دهخونیمون قریب 1 هکتار خواجگی دهخونی داریم. 1 هکتار باغ نب کردیم. در همون مقصد همون جای خالی همون باغ نمونده کرشکه بتخمه کردیم. پای زندگی باز غیر ایوای اینا زمینی نزد حولگی داریم. زیاده ای چند ساعتی هسته مثال بگیم 80 ساعتی هسته سه خواجگی اینا کرشکه بتخمه کردیم. ما هزار متشکر اینا کپوست بتخمه کردیم. اینا قلافرد بلگری اینا پمیدور اینا کرشکه اینا خدا خواه برای سلات و برای دیگه چیز شوره همش در کار میشن ان شاء الله. حالا اینا که پمیدور مو میپزه مردمی تمد کنی. هزار متشکر که پمیدور کشید ما ای مگزین دیگه تمد نمیخریم. تمد خودمون میکنیم همین خواجگیمون میکنه. ما هم فقط کرشکه را در فروش میبروریم. ما همین سیوه تمام همین مقصد کرشکه بسیار بعد حاضره در همین زمان در همین منطقه رشت زمین همین جوک بسیار شیده. همین جوک فقط ما دهر منیم همه خوبش که همین بچینی بکشیش با وایش خوب ترکه برای که به حد در دوره سیوزی را جوک پیدا میشید همون زمینه دارو میکنن و کل میکنن علاوش میزدن. حتی حاضر شرایط که نیست فقط امیر میچینیم میکشیمش همین به حد خوب میشه. اگه بعد دیگه دهرو کشتنی و قینه میشود گفت که مثلا شما دیگر از سیاست کاملا کنار رفتید؟ اگه هزار متشکر حاضر چندین سال شد از 2011 تا این 2016 در یگان چی دخالت نکردیم. همینجا همون برای نهضت چی کردن اگه خدا صد رحمت کنه سید عبدالله نوری را که به حد محنت ها زاید کرد نسبت صلح صلاح نسبت نهضت خیلی که اید عالم گذاشت نهضت هم قطعش بود دیگه که ما اساسا در پارت اسم نهضت نیستیم نبودیم نیستیم تا حاضره. خیلی که افتما در دوست بود جنگ کرده ما در یک مقصد صحبت اومدیم حساب نهضت تا ترکستان صلح کردیم به حد خوب شد. آخرین وظیفه داشتیم چی بود؟ آخرین وظیفه که ما در مینبران رفتیم بعد از جنگ در وزارت مدافعه 1 سال همچون معلم همجا کار کردیم. بعد 1 سال با ما گفتن جواب گفتیم هزار رحمت با اومدیم پای زندگی. افسرها و سربازا را شما تعلیم دادین که در شرایط کوهستان چه خیلی مقصد رفتن در کار چه خیلی مقصد جنگ کردن در کار چه کردن همین را کردیم و قرم با بسیار سربازا هم نکردیم کردیم که اوچینی میگذاریم قطعه و صحبت ها و مقصد مشغول کردیم و 1 سال پس جواب دادن اومدیم. شکر خدا 5-6 سال شد آسایشته زندگی داریم. هیچ کدام سراغ ما نمیکنه و یگان جو هم نمیریم. پای یگان یکی اگر در یگان جو یگان مقصد اگر شرایط
بدونن که ما مقصد در کاریم میریم برای خلق مسلمان تاجیک محنت میکنیم. جانبدارای زیاد داشتین که از اونها هم صحبت میشد. خب شما را دیدیم که با فعالیت کشاورزی شغل دارین. جانبداراتون در چی کار هستن؟ همش پای زندگیشون سپارش جناب عالی شد که به زمین تامین کنن، کردیت شو بتن پای زندگیشو بشون. همش پای زندگیش حاضرم هستن. حاضرم پای زندگیشون یگان مقصد یک خدا نشون یکان وزمینیه که نسبت به سرش اومد، نسبت زندگیشو یگان ایسوس میریم یگان جو مراجعت می‌کنیم. حاضر هزار متشکرم کار حل کرده و رفته سال. خب خانواده‌تون چیکار میکنن؟ فرزنداتون هزار متشکر. اولم 20 سال شد دخترای کار می‌کنن. فرزندام هزار متشکر در مکتب میخونن. دخترشم در مکتب انگلیسی تا دیگرش میخونن. نهایت خوب. حاضر از ایامی اولای کلون که بعد که گذشت ما خونه داشتیم به اولم همه 3 فرزند داریم. پسر مایدکیم 2 ساله های ایناش در مکتب میخونن. هزار متشکر رفته هستن. یک پسرم در خود که روسیه احساوی مقصد پیتیوی که میفرستن پروگرامیست کامپیوتر خونده سوده در اونجا دیگروش پای زندگی و ایش دختره و ایش ساختمانچی کار کرده رفته سوده. قیاس کنیم اگر گذشته را مثلا در زمان جنگ بودین این زمان چی تغییرات و چی دیگرگونی داشته؟ خب در دوامی که جنگ بود ما از سال 92 و 93 تا 2000 تا 1999 که بودیم همه قشاقی بود. حاضر هزار متشکر آوادی و زندگی و همه خود جنگ همه وقت قشاقی میاره به دنیا. حاضرش زندگی خوب است. هزار متشکر. به حد زندگی مردم خوب است. این آبادی و این مقصد ساختمان‌های شیره سودیان این به حد خوبه. در دوره جنگ همین جنگ باشه در خونه ساز خانه میره که خیلی جنگ است. گفتم که جنگ سرش ترخش میسوزه. که یکی میبینی به خونه تو میدونه یا که در خونه همسایه یگان کسی در همین منطقه جنگ زده آرام نیست. شب آرام خواب نمیره. هیچگاه. چی تصمیم دارین؟ چی فکر دارین؟ آینده تونه چگونه؟ هزار متشکر. آینده مون ما مقصد حساب نه. قطعا به اولم و فرزندامو پری محنت حلال میگردیم که تقدیر مو چیزی باش با خدا خودش چیزی کشتک باشه و میبینیم میریم پای زندگیمون.